یک قدم بیای جلو سرتو میبرم همینجا. قرصاتو که میخوری نه؟ من قرص نمیخورم. تو این کارو نمی کنی. از این به بعد هر چی میگم فقط میگی چشم. منو نگاه. چشم. تو واقعا دیکتاتوری. یه موقع دلم خواست یه چیز دیگه سفارش بدم. آقا صابر یعنی نیایم تو صحبت کنیم. چرا دیگه باید تو صحبت کنیم؟ به نظرم نماری. صورتت خورده به جایی؟ نه اون کبودی رو نشونه حاج آقا بده. با مامانم یکم مریض احوال میچار. شما که خوبی؟ بله. دروغ نمیگی؟ نه دیگه. میکشمت مرتیکه. 100 بار گفتم بچه همه اون تو هست بکش بیرون همه رو. اینجا چی کار دستی؟ خیلی خوب مادام زمین خریدم ازشون. زمین خریدی بدبخت؟ من جواب خانواده های اینا رو چی بدم؟ لام هستم. نامش ستوده ستایش فرو محمد. امروز روز بزرگی است. محمد پا به این خانه گذاشته. وقتی تو آب بودی خاله الی اومد سمتت. اگه دوباره راه افتادن باشون درگیر نشین. تو اصلا منو میبینی؟ حواست به من هست؟ ناامید نشدم، من خستم یکم. میخوام برم. چند وقت دارم دنبال خونه میگردم. داشتم با خودم فکر میکردم اگه واقعا یه روزی تو نباشی چی میشه. فکر میکردم هیچ وقت تو زندگیم طاقت شنیدن چیزی که گفتی رو نداشته باشم، ولی الان هیچ حسی ندارم، واقعا هیچی.